معرفچان ناحیه وسیع با مقصد سهم ارزنده گذاشتن در سمت محافظت محیط زیست در سطح حولی درآمدگاه با مؤسسه قالین طبیعی ساختند. این اقدام خیرخواهانه نسبت به طبیعت از شعبه معارف شروع گردید. طبق لایحه که طرح آن را سرور معارفچیان پیشنهاد کرده است، قالین سبزپوش موسمی نبوده دائمی است. میدان قالین را وابسته به موسم رنگش را تغییر میدهند. بعد درو علف سبز که دهه اول ماه می اوج شکوفایی گلها است، اینجا در نظر است که در شکل دوره گلهای موسمی میشینانند. هر سرگاهان من به سوی کارگاه میایم، میبینم چقدر زیبایی ها، چقدر گل و گلبوته چقدر سبز و خورم. من افتخار از آن میکنم. دو چند کاری من خوبتر میشود، زیادتر میشود. این با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت پیشوای معظم ما محترم جناب عالی است که در همه جا آبادانی و زیبایی و گل و گلبوته ها هست. ما هم افتخار میکنیم، دیدیم که دوشنبه شهر ما چقدر زیبا و آزاده است. ما کوشش به خرج میدیم که جوانان رو در روحیه خویشتن شناسی، میهم پرستی تربیت نموده، پس به همه قدر زیبایی هایی که ما داریم افتخار کنیم. افتخار کنیم که چقدر تاجیکستان ما عزیز و زیبا هست. جوانان باید همیشه عبرت بگیرن از همین کارها. همین کارهایی که سر ما در همین سین سال میبینیم در همین جا کار میکنیم، پس جوانان هم دیده کار خود را دوچند کنند، خوانند، به خلق و وطن خود خدمت ارزنده کنند. شفت راهروی بینایی شعبه معارف همه روزه در حالت تازه نگاه داشتن راه پیاده‌گردی آن که از پهلوی بنا می‌گذرد، درختان سایه‌افکن سوزنبرگ با زیبایی قالین طبیعی باز هم حسن زیبا بخشیده است. طبق اطلاع رهبریت شعبه معارف، همین گونه اقدام در همه مؤسسه‌های تعلیمی راه اندازی کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.